چه خبر دوستانی عزیز؟ من اگه خودتم بابا یکی به من زنگ نزنه یه باره. اوف. خب دوستان داشتم میگفتم من کیری بزرگ آبادانی هستم. امروز آمدم بهتون شیدر معرفی کنم دوستان. خب واجه داشتم میگفتم من خب این شیدر فوق العاده خفن ناز گنگه و داشتم میگفتم این سایه به شدت نرمی داره، یعنی که اگه گه باشه گوشیتون هم روش اجرا میشه این شیدر. و این کلن یه شیدریه که برای همه ساخته شده، همه میتونه ازش لذت ببرن. اینم اورهاش هستش که فوق العاده خوشگله، یخه، فوق العاده زیباست و گوشی آنچنان بزرگی هم نمیخواد باشه ولک یه گوشی میان رده و کلا بد باشه خوبه. اینم بلاک ابسیدیانشه که میبینید رفلکشن داره دوستان، رفلکشن داره که اصلا بیشتر شیدرهای گه این ویژگی رو ندارن دوستان، رفلکشن رو ندارن. حالا من ندرشم بریم با هم، ولی حالا نه، حالا فعلا نمیرم، من یه عطسم گرفته دوستان. خب کی رو من شک شده؟ خب اینو من آتیشش کنم. حالا اینم شمعش مشعل دوستان، اینم سبزشه دوستان، آبیشم بهتون نشون بدم چقدر خوشگل و نازه، اصلا نور نداره. آره دوستان کی رفته قیافتم برود؟ اینم حالا یا خدا آتیش نگیری حالا کسکش. خب درست شد دوستان، داشتم جنگل رو به گوه میکشیدم. وای وای گوه داشتم. خب دوستان الان دیگه خوب ناز شد، فقط درخت بدبخت یه کمی سوخت، مشکل نداره. من تایم صبحشم بهتون نشون بدم. خیلی خوشگل شده دوستان، خدایش نگاه کنید این شیدر خدایش خیلی خوبه. یکی از آپشن های خفنش همین رفلکشن روی بلاک های ابسیدیان هستش. بقیه بلاک ها هم دوستان رفلکشن دارن ولی خب بلاک ابسیدیانش بیشتر داره. مثلا بارونش هم ببینیم چقدر بارونش نرم و نازه دوستان. اون رفلکشن روی بلاک ها بعد از 2-3 دقیقه میادش. حالا ببینیم ما هم همین طوره یا نه. ببینید یه خاکستری توسی شد دوستان، هوا توسی شد دوستان، یه خوشگل شد و ناز شد. یه برگای روی زمین هم دوستان تکون میخورن. من حالا فهمیدم اینو. بین یه رفلکشن فوق العاده کمی روی این بلاک های چمن افتاده، اونم ندرشه دوستان، جهنمشه. خب بکیرم. آره دوستان اینجا میتونید که با ویل کندم هی پیام میده کسکش. خب داشتم میگفتم نه زیرشه دوستان، نگاه کنید. اینم مشعل خشک. اینجا نمیدونم دوستان چرا اسپان شدم، کیر توشینم، شانس خیلی کیری تخمیه من دوستان، بده کیرم توش. یکم صدا تو بیار پایین. ببخشید دوستان یکم خواهرم صداش بلنده، ببخشید. خب این خیلی خوشگل و ناز شده دوستان، خوشگل شده. آره نه بارونیشم کیر تشیق می شود. کیر خراب. ببخشید دوستان یکم صداش بلنده، منم بودم. خب شیدر بعدی هم کامپلیمنتریه، وایسا من بهتون نشون بدم اینه برای کامپیوترش، ولی خب این نسخه اندروید لایتشه دوستان. نسخه کامپیوتریش که اصلا روی مایکرافت جاوا هستش فوق العاده گرافیکی. حالا دیگه مردم گفتم بیایم برای موبایلش هم بسازیم، برای بدراک هم بسازیم دیگه. آره دوستان خیلی خوشگل باشه. اینا خفه نمیشن دوستان. پس من خب داشتم میگفتم، ببخشید دوستان.
خب منو دارم ویدیو ضبط میکنم دوستان. گفتم خب ببخشید دوستان یکم صدا بردم ولی خفه نمیشه این خواهرم. دوستان نگاه کن چقدر خوشگل شد. دیش کردم دوستان که شب نشه. نه بابا چرا بارون وای نمیشه. گیرم ژق نشد اصلا. ارور چیه با چیز کن دیگه درست شد. جوری عذابم خورده اینا میرینه تو عذابم. دوستان یه لایکی بزن به ویدیوم کنه دارم دوستان. خب ولک نگاه کن اینجا یک دانه کیر من شق بشود. دوستان نگاه کنید اینجا یک کمی خب داشتم ولک نگاه کن اینجا یک کمی حالت سایه نرمی داره. این ابرای گوگولی مگول اینجا هم درختای آلبالوه دوستان. هم آبشو میشه خورد. خیلی خوشمزه است. آبشو میشه مکید خورد دوستان. آره داشتم میگفتم دوستان. ولی زیر آبش نور ببینید پردازی خیلی غونی داره دوستان. من برم بالاترم گدازش دوستان. سنگ گدازه هستش. آتیش نگیره اینجا. خب نگاه کنید خیلی خوشگل و نازه دوستان. خب داشتم میگفتم اینم از این دوستان. اینم لاجوردش اینم زمردش. همینطور که می روی لاجورد و زمردش یه رفلکشن کمی هست ولی خب رو ابسیدیانش که رفلکشن نیست. این شیده. تو صدا تو بیار پای. ببخشید دوستان این یکمی رو عذاب من میرینه. این بچه خواهر فروشی نمیخواید؟ من حالم به هم میخوره از هرچه خواهر و برادر و هرچی که هست. داشتم میگفتم نم حالا یک مشترک گرامینم همراه اول ریدم تو دهنت کسکش. خب دارم ویدیو ضبط. داشتم میگفتم دوستان آرامشم رو حفظ کنم. ببخشید این بارونش یه کمی نرم از اون نمیدونم دارم چی کار میکنم. رفلکشن داره دوستان. نگاه کنید چقدر خوشگل شده. نگاه کنید این ویژگی خفنی که داره زمردش از خودش نور میده و آهنش. این هم زیر غار هم همین جوریه دوستان. این اوراهاش زیر غار نور میدن برای اینکه شما بتون خب ندیر برای اینکه شما بتون بهتر ببینید دوستان. و یکی از ویژگی‌های خوب تو ماینکرافت سروایول هست این. نگاه کنید چقدر خوشگل شده. بازم همون جای کیری تخمی با اینکه من کونم سفیده ولی خب اثری نذاشته اینجا. همون جای قبلی اسپان شدیم. آره این حالت یه حاله نمیگفتم. نگاه کنید میام سگ میزنم تو. ببخشید دوستان کسکه شی میره رو اعصاب من. اعصابمو کیری میکنه. ببخشید دوستان. خب نم ادیتو بزنم دوستان. خب اینم چیزشه دوستان. ریدن تو اعصابم دوستان. زود باش دیگه بابا. سر عمر پوکو ایکس هفته پروه اینقدر طول میکشه که لود کنی یه دونه مپ کوچولو. اوف. خب اومد دوستان کیرم. ولک نگاه کنید کیرم تو اون قیابه این بارونت برود. حالا وقتی که میخوایم بارونی شه هوا بارونی نمیشه. وقتی که میخوایم بارونی نباشه بارونی میشه. اینجا آوادان همه التماس میکنن بارونی شه ولی خب بارون نمیاد. حالا اینجا
نگاه کنید بارون نیاز نداریم تو مایکرافت بارون میاد. گیرم تو این ژنز من. اوف حالمو چون دارم میگم اصلا من دیگه نمیفهمم. بس ریده شده تو اعصابم. خب خیلی خوشگل این شیدر. خیلی ناز و گلی دوستان. خب اینم از این دوستان. خب نگاه کنید بلاک‌ها سه‌بعدی نشدن ولی سایه ها خیلی بهتر شدن. اگه مثلا میخواید با مایکرافتتون یه چیزای ترسناکی درست کنید این بهترین شیدره. نگاه کنید هوا رو خیلی بد و خب اینم زیر آبش. هوا رو خیلی نگاه کنید نور زیر آبش بیشتر از روی آبه دوستان. نگاه کنید خوشگل شده. اصلا سایه ها خیلی دقت شده مثلا تو این شیدر دوستان. ولی خب خیلی تاریکه. داشتم میگفتم ولک نگاه کن چقدر خوشگله این شیدر. خیلی گوگلی و نازه. نم این بایومشه که اصلا دوست ندارم. خب داشتم میگفتم این بایومش خیلی کیری و تخمی. اصلا تو این بایوم نیایید دوستان. به گو خوردن و پشیمونی میافتید. آره نیایید. داشتم نگاه چقدر خوشگل و نازه. چقدر خوشگل و نازه. حالا نمیدونم چرا ماه اومد به این زودی تو آسمون ولی اصلا شبش هم تاریک نیست. چه جوری دوباره روز شد. وای خدا این مایکرافت هم دیگه ماتریکس خارج شده دوستان. یه بار شبه الان که برم بالا دوباره روز میشه. اصلا گیرم تو این زندگی واقعا خیلی کیه تخمیه دوستان.